این یکی از بهترین تکنیک های برنامه‌ریزی روزانه است که بهش تایم باکسینگ میگن. یه تکنیک مدیریت زمانی که ایلان ماسک، بیل گیتس ازش استفاده میکنن. خیلی ساده اما به شدت تاثیرگذاره. بذار بهتون بگم من چطوری انجامش میدم. مرحله 1 تخلیه ذهنی هست. اول باید همه کارهایی که در طول روز انجام بدم رو بنویسم. این مرحله خیلی مهمه چون که ذهنت رو خالی میکنه و استرست رو کم. اولویت بندی مرحله دومه. 3 تا از کارهای مهمت رو که حتما باید امروز انجامش بشن بنویس تا مطمئن بشی که حتما انجامشون بدی. مرحله 3 تایم باکس. این اصلی ترین مرحله است و مثل تو دو لیست زمان داره. به هر کدوم از کارات زمانهایی رو اختصاص میدی و به خودت قول میدی که حتما در اون روز انجامشون بدی. برام کامنت بنویس تو کدوم یکی از این 3 تا مرحله خوب عمل میکنی، در کدوم مرحله ها جای کار داری.